ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع بزم رسول، ماه تابان ما. ای نبی جان ما، نور ایمان ما. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حالتی که انسان می توان گفت ایمان اون کامل است و در حقیقت اون از امت محمد صلی الله علیه و سلم شمرده می شود، این حالتی هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دوست داشته تر باشد به سوی اون از مالش و اهلش و از جان خودش کرده. این حادثه در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شده بود و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که و صحابه را گفتند بعدی من شخصانی میآیند و نفرهایی میآیند که اونها در حقیقت من بسیار دوست می‌دارد. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم سینی صحابه خبر کرده است. الان نظر میکنیم که تو چه قدر مخلص های امت محمد صلی الله علیه و سلم بعد نبی صلی الله علیه و سلم بودند و میمونند. از جمله چیزی که روایت مسلم است و در اینجا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وصف همون انسان های خوشبخت و نیکبخت رو میفرماید که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باهله و ماله. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که از سختترین امتی من بسیار سخت هست برای من محبتش، بسیار زیاد هست برای من محبتش. ناسون مردمی که یکونون بعدی من میباشن اونها. یود احدهم اگه چقدر دوست میدارن، سختی دوست داشتنشون چقدر است. یود احدهم لو رآنی دوست میدارن یکی از همونها که مرا ببینن. همه دوست میدارد تو چی درجه را که باهله و ماله، یعنی تو درجه دوست میدارن که حتی مالهاشون از دست بتن و اهلهاشون از دست بتن و خودشون از دست بتن، حتی نبی صلی الله علیه و سلم یک بار دیدارش حاصل کنن. گفته همین قدر انسان‌های خوب میان. میگه یعنی که من اشد امتی لی حبا گفته دلالت میکنه بر قوت ایمانشون به نبی صلی الله علیه و سلم. در حقیقت هر نفری که به الله ایمان داشته باشد و با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ایمان داشته باشد، اون مسلمان نیست است. او فهمو؟ یعنی که این نفرها به درجه الله دوست می‌دارن و ایمانشون به درجه به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مستحکم است که در مقابل دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و سلم هر چیزی که باشد میدهند. یعنی که در دلشون محبت نبی صلی الله علیه و سلم میباشد. ناس یکونون بعدی گفتیم، یعنی که بعد وفات نبی صلی الله علیه و سلم میاد این نفرها و دوست می‌دارن اینها که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بینن با اهلشون و مالشون، یعنی که دوست می‌دارن که بینن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و حاصل کنن شرف دیدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. هر کسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیند در حالی که مؤمن باشد، مسلمان باشد، اون صحابه حساب می‌خورد و اون اهل جنت است ان شاء الله. یعنی که توی درجه که در مقابله این که اهلشون از دست میتن و مالشون از دست میتن، تو اینکه حاصل دیدار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بکنن. یعنی دیدار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و حاصل کردن بگن دیدار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این یک مرتبه بسیار بلند و یک مرتبه بلند هست و اما الله پاک هر نفر چی نمیکند، نصیب نمیکند. و دعا کنیم که اگر هر نفری که اگر در خوابش بیند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، این یک علامت خوشبختی است ان شاء الله. خاصتا مؤمن مسلمان وقتی در خوابش بیند، اون چیز یک علامت خوشی، یک علامت بگیم که چی نیکی همون نفر است. الله دعا کنیم که و چه خیلی که امام بخاری رحمه الله هر یک حدیثی که می نویسند آنها نماز خوانده و دعا میکردند که اون حدیث از مردهای صحیح و از محدثین ثقات میگرفتن حدیث، اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در خواب میدیدن پیش از اون که اون حدیث بنویسند. و همون خاطر اون ایمانهاشون بسیار مستحکم بود و اهل تقوا بودن و تزکیه نفس داشتن. در حقیقت از الله میترسیدن و محبت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در دل آنها که بود، آنها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میدیدن در خوابهاشون هم که باشد. این یک مرتبه هست. این دلالت میکند که بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مخلصان اون هست و که دیدار او را دوست می‌دارن
و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شفاعتش را و همنشینیشان را و همسایه بدنش را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همه ما شما نصیب بگرداند. این چیزها را در جنت همسایش باشیم و شفاعت نصیب بگرداند و در یک جا نشسته و صحبت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در قیامت هم که باشه الله پاک نصیب بگرداند. سلام علیکم و رحمت. خاتم المرسلین از تو شد مفتخر آسمان و زمین، حب تو در دل است چون تو را منزل است، قلب و جانی همه سوی تو منزل است. حب تو در دل است چون تو را منزل است، قلب و جانی همه سوی تو منزل است. سروری انبیا احمدی مصطفی، سر بسر روشنی عالم رازیا. سروری انبیا احمدی مصطفی، سر بسر روشنی عالم رازیا. ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع باسم رسول، ماه تابان ما. ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع باسم رسول، ماه تابان ما. مونسی امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعث رحمتی. مونسی امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعث رحمتی. در تمام